برخی از کلمه‌ها در زبان معیار فارسی 2 یا چند تلفظ دارند و یک شکل تلفظی رایج‌تر است. تلفظ صحیح این واژه‌ها بر مبنای تلفظ گروه تحصیل کرده جامعه زبانی سنجیده می‌شود. واژه‌هایی که در ادامه خواهید شنید، شکل اول آنها رایج‌تر است. درون، درون، دلالت، دلالت، دلیر، دلیر، رایگان، رایگان، روزگار، روزگار، زمین، زمین، سفته، سفته، شباهت، شباهت، شجاعت، شجاعت، شحنه، شحنه، شرافت، شرافت، شفا، شفا، شلخته، شلخته، شمال، شمال.